دومین حدیث از مختصری صحیح بخاری کتاب وحی بابی اول چگونگی آغاز وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. از المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که حارث بن هشام از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید و گفت: یا رسول الله، وحی چگونه نازل می شود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: گاه مانند صدای زنگ، یعنی به صورت زمزمه نازل می شود و این سختترین نوع آن است. و پس از فرا گرفتن وحی این کیفیت خاتمه پیدا می کند. گاه هم فرشته وحی به صورت انسان می آید و با من سخن می گوید و من گفته هایش را حفظ می کنم. عایشه رضی الله عنها می گوید: در فصل زمستان و شدت سرما شاهد نزول وحی بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودم و در این هنگام چون وحی تمام می شد پیشانی رسول الله صلی الله علیه و سلم خیس عرق می شد و از آن عرق می چکید.